تا حالا فکر کردی اگه هر روز فست فود بخوری بدنت چه اتفاقی میفته؟ شاید فکر کنی فقط چاق میشی، اما تاثیرش روی بدن خیلی عمیق‌تر و شگفت انگیزه. تو این ویدیو با هم میریم سراغ اثرات واقعی فست فود روی قلب، مغز، کبد و حتی پوستت. فست فود پر از نمک و چربی اشباعه. وقتی زیاد مصرف میکنی فشار خونت میره بالا و رگ‌های خونی تحت فشار قرار میگیرن. چربی‌های ترانس باعث افزایش کلسترول بد و کاهش کلسترول خوب میشن. نتیجه خطر بیماری قلبی و سکته بالا میره و قلب دائم در معرض خطره. مغزت هم به این مواد اعتیاد پیدا میکنه. شکر و چربی زیاد باعث ترشح دوپامین میشن، همون ماده‌ای که حس لذت ایجاد میکنن. بعدش هم کنترل اشتهات واقعا سخت میشه. یعنی مغزت به فست فود وابسته میشه و کمتر سیر میشی. حتی ممکنه هوس مواد شیرین و پرچرب بیشتری بکنی. کبد و روده هم تحت تاثیر هستن. مصرف زیاد فست فود باعث التهاب میشه و کبد چرب غیر الکلی ایجاد میکنه. سیستم گوارش کند میشه و جذب مواد مغذی بهینه انجام نمیگیره. نتیجه نفخ، یبوست و مشکلات هضم ممکنه به سراغت بیاد. پوستت هم خبردار میشه. جوش، التهاب و کم آبی پوست با مصرف زیاد فست فود افزایش پیدا میکنه. همچنین انرژی کوتاه مدت داری، اما بعد از چند ساعت افت شدید انرژی و خستگی میبینی. پس دفعه بعد که هوس همبرگر، پیتزا یا ساندویچ کردی، یادت باشه زیادش یعنی فشار روی قلب، مغز و کل بدن. اما همه چیز اندازه داره. یه وعده فست فود گاهی ضرری نداره. مهم اعتدال و آگاهی از اثرات واقعی روی بدنته. پس مراقب خودت خیلی باش. اگه از این ویدیو خوشت اومد و دوست داری بیشتر از این ویدیو ببینی، حتما کانال رو سابسکرایب کن، لایک ویدیو نره. فعلا خداحافظ.